جناب اونال، تو را زیارت آمدم. به زیارت من؟ اهله باشد. چخیل رفته ایستاده است. به زندگی 90 عادت کردی جناب اونم؟ چخیلی که شنیدم جزای حجرگی گرفته. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میکشم. آرام باش اونال. باور نمیکنی و به خدا که برای نجات دادنی تو آمدم. حالا هم نفهمیدی من چقدر جدی هستم. سینه گوش کن. تو اگر با من نرقصی نوا رو با امنیت میسپرم. ایست نرم. نجات من اومدی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ باز چی نیرنگ داری؟ به خدا اونال اگر این خیل کنی من میروم تا آخری عمره در اینجا پوسیده میروی. ای بشرف، از آنی که تو مرا نجات میدی اینجا پوسیده روم خوبتر است. اونال من هم طلبگار نجاتی تو نیستم. به من باشد اینجا مرده پوسیده رو، اما مجبور شدم که آمدم. چی خیلی مجبور شدی ها؟ چرا مجبور شدی؟ مرا دیوانه نکن. باز از پی چی هستی؟ ای ابله، چرا مرا نجات دادن میخواهی؟ ای اونال چرا نمیفهمی؟ مرا مجبور کردم تو را نجات دهم. چرا نمیفهمی؟ ای دیوانه، کی مجبورت کرد؟ برآمدی میفهمی کی تو را میخواهد نجات دهد. با چشمان خودت میبینی. میایی یا نمیایی؟ شد تمام. نجات ده. اگر نجات داده توانی. اما از اینجا که میبرایم اولین کارم تو را کشتن است. این را میدانی همین خیلی نه؟ امشب تو را میگریزانم، فهمم؟ آماده باش. اما اولا باید به آزمانی رقص رفتن. برقصم جنابی اونم. این بیشرف بار دیگر که آید دیگر مرا جغ نزند. سلین جان، این شب آزمون رقص بسیار خوب خواهد گذشت. به فکر من بهتره جفت ما میشویم. البته زورا جان. تا بازدید میریست.
خانم بانو امشب رو برای شما آماده کردم. تشکر زیاد جناب کنعان، مرا چنان خوشحال کردید که. خوشحالی شما خوشحالی من است. تشکر زیاد. حالمون رو ببین. اول در این آزمون رقص کرده، بعداً رفته اونال رو از محبس میگریزونه. چقدر حیات آسان نشد. سبحان آمد با سبحان یگان چیز نبود که نوارو با امنیت میدیم میدونی کو. سلام علیکم. صوت خوبه هستم. چیکار میکنی ها؟ دستی دختر رو سرده؟ چه خیلی یعنی برای دستی دوزوشم رو قبیدن از تو اجازت پرسم؟ سوز گلزم. سبحان ایست. بله من با جنید میرقصم. چونه دیانگه چی گفت دو شو؟ سبحان ما ویران با من میرقصی. خیر رفیقان، همه‌تان خوش آمدید. اکنون آزمون رقص را آغاز میکنیم. همه را با میدان میخوانم. آزمون آغاز شد. سیلین مرا صورت نمیگیری مگر؟ البته میگیرم. رحمت خواهش میکنم چیزی نیست. رقصیدن را یاد کردم زیا. من هم یاد کردم. آخران بار کی رقصیده بودیم؟ آخران بار در نامزدی همون هر جا باشه. نامزدی ساخته همون البته. اما عشقمون حقیقی بود. گرچه آن زمان مرا دوست نمی داشتی. با آسانی دوست نمی دارم، اما اگر دوست دارم تا آخر دوست می دارم. من همین چیز رو شنیدن میخواستم.
استاد هیچی؟ استاد یک سوال دارم تعجیلا باید پرسم. هیچی پسرم ایستا وقتش نیست رقصیده ایست. استاد پرسیدنم لازم استاد. چرا این خیل میکنی؟ چرا این هوای رمانتیکی را ویران میکنی؟ استاد بسیار عذابم داد. چی عذابت داد؟ سوال استاد سوال عذابم داده ایستاده است. پرس هیچی پرس معلوم شد که نپرسیدن نمیتوانی پرس. استاد اگر در روز 1 اپریل دروغ گوییم آیا برای ما گناه نوشته می شود؟ آیا ما گناهگار می شویم استاد یا این که نه؟ چی میگویی پسرم؟ من سوالی داده‌ات را نفهمیدم. میدانید که استاد در روز 1 اپریل همه دروغ میگویند. آیا ما دروغ گوییم در آن روز با شوخی برای ما گناه نوشته می شود؟ با این سوالات بیزار کردی. اقلا امروز سوالات را ده پگاه جوابش را بگید. نه انسانی که در روز 1 اپریل هم دروغ میگوید گناهی عظیم میگیرد. دروغگو دشمن خدا است. فهمیدی؟ با شوخی هم دروغ گفتن انسان را گناهکار میکند. یعنی جایز نیست استاد؟ پسرم جایز نیست. تمام استاد همین خیل می نویسم. همین خیل نویس. تمام خدا از شما راضی باشد. مایلش ینگه خدا از شما راضی باشد. خیر رحمت پسرم با تو نیستم. استادم بسیار داناست. سوپان بیا رفتیم رقص کنیم. رفتیم جنابی کانون ما چرا رقص نمیکنیم؟ اما من وای یعنی نمیشود جانم. اول ما میرقصیم بعد غالیبان رو معاین میکنیم. خوب چه خیلی که شما میخواهید. سلام سیلا من کمیسر لیا. از راستی؟ البته عجبا شما با من رقص میکرده باشید یا نه؟ لوین حاضر در یک جوت چونان شتا میزنم که فلج میشوی. دف شو. ببین تو رفته با کلتکلس رقص کن اگر جرأت کنی. و کلتکلس نیست اما شمشک بوده است. در روز نامزدی اما من را کلتکلس گمان کرده است پس او بسیار دویده بود. حالا هم نامزدی میگوید شرم نداشته. لوین رو که حاضر بسیار عصبی هستم. دف شو. بیعقل. این رود سیاکو حالا هم ایستاده است. بیعقل. گپت را شنیدم. سازی شوکت بیعقل. من خوبم لیو. خدا چه خیلی؟ درد عشق بسیار سخت بوده است. راست گفتی دروغگو بسیار سخت بوده است. شیطان میگه که رفته از دستش بیدار میانش رو بقم و با او رقص پقته بکن. پقته نه بچته. فرقش چیه؟ فکری خوب.
برای رقص بچتا این میدان کمتر میده. برای رقص سالسا میشود. سالسا. من این رقص سمبوسا را خوب میتونم. رقص سمبوسا؟ اینجا بیا پیش بگو. چیکار میکنی ها؟ شوکت من و تو بخ نداریم. اگر تو بخ میداشتی دندونی ما درد نمیکرد. تو راست میگویی برادرم لوینت. خدا من تو شوکت روزی نداریم. باید شقید جانم حاضر می آیم یک لحظه. رسم گرفتی سیلین؟ البته گرفتم. بهترین هستی. کلی ببین. دوستان گرامی برای اشتراک به همه‌تان تشکر میگویم. حاضر باشد غالبان را اعلان میکنم.
تک یعنی وای برادری دوگانی که دامن زیا استاد احمد و همراهش زهرا می باشد. زودتر راه گشا کد اونال رو نجات میدی. گپوتا دندانات میشنم خوب هستی؟ خوبم اونال رو از محبس باید گریزونیم. خورسنده کردیم اما جنید کن اینجا بیا. حالت خوب است؟ سومان ما رو تنها میگذاری؟ تو این رو با من چه رو دیدی ها؟ با یک قاتل دوام دادن نخواستم سبحان. من را قاتل گفتی؟ من برای تو شده قاتل شدم. بخشش برادر چیزی که آنها فرمان دیدن به گپ آنها را اجرا میکنید. 1 سال برای آنها خدمت میکنید. چی میدانم شاکر، راهی دیگری ندارم. عینی حال از دستم چیزی نمیآید. الله الله. شب خوشی بود همین خیلی نیست سینان جون. خیر من به اتاقم میروم. شب خوش. شب خوش. بازی چقدر جفتی زیبا بودیم. کاش تو هم می آمدی میلیس، خورسند می شدی. اما تو هم روح نداشتی. همین خیلی فراموش کردم، ببخش مرا. اصلا یک نفر بود کو و یه آدمی نقاب دار از آتش تو رو نجات داده بود کو. خیر برای خودت زاغ سیاه را یافته باشی. اکنون از دست داشته من دور میگردی. بین میلیس، ما بازی بسیار خوشحالیم. فکری در بین ما در آمدن را از عقلت دور کن. برادر کنی چه خیل نقشه داری؟ اونال را چه خیل به بیرون میبراری؟ از 2 تا نگهبان گذشته به دیوار برآمده به باغچه میروم. از آشخانه گذشته راست به حجره کامیراهای نظارتی میروم. در کامپیوتر سمت کامیراها را عوض میکنم. میخواهم در مانیتور همه نوارها خوب نماید. اوها نقشه را ببین. خیبر یعنی که ما اونال را به بیرون برآوردیم، آنها نوارهای پیشین را تماشا میکنند. بعد از این 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه کلید حجره اونال را یافته، در را گشاده، اونال را گرفته به دیوار برآمده میگریزیم. همش همین. اوها همین قدر؟ تو این رو در کدام کینو تماشا کردی؟ تو اولش رو نقل کردی به خاطر گرفتم، در آخرش اومدی اولش گم کردم. شرکت میگویم 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه آمدم نامدم بدون که مرا دستگیر کردن. این خیلی نگو، در 15 دقیقه همینجا میشه. من منتظر هستم. اول من تو رو کمک میکنم، اونال رو میبروریم، بعد یک جای رفته بانو رو میدوزیم. کدام بانو؟ چه خیلی دزدیدن؟ دیوانه هستید؟ من بانو رو به کنان دیوانه نمیدیم، میرم اون رو میدوزیم. این پرکتیک میشود. مرا فهمیدی؟ مایل شرکت مایلش. بانو و شوکت نشوند یک جا. عشق در دنیا ندارد معنا. خاموش بچه. نسکیات پشتگی بو ادیول نغلطی.
چیکار داری؟ وقتی گپ زنی نداریم مونار خیز میره میرویم کلتکیلاس میرویم برای من تو رو میکشم زود باش راهگر نوبتداری بالا بودرا چیکار میکنیم؟ نوبتدار همیشه در حرکت است 50 ثانیه براست 50 ثانیه به چپ نگاه میکنه در مدت 50 ثانیه باید به دیوار برآمده به آن طرف گذاریم رفتیم وگرنه دستگیر میشویم چی؟ من کلتکیلاس هستم با اون دیوار چی خیلی میبرایم؟ اوف شد بالا برایم برای تو بند میپتایم تنها زود باش میلش کجا گم شدی؟ براز که گشت میره فهمیدی؟ فهمم رفتیم بند را گیر چیکار میکنی؟ آفرین شوکت آفرین در آخر کاری کردی که بگیرین را خیال کردم ترسور کده است این چی کار است که تو میکنی؟ این رو به خونه آدم کش میبری باوری داری؟ میلش این خیلی بهتر است برای ما اکنون او در دست ماست این پال ارماتور خدای خلاص بینه بایسته آیسته سرش رو نازنه درایه دیگر چیکار میکردم آخر؟ بیا کمتک که بگیرم بیا اکنون رفتیم باید کسی نبینه استو در را پوشم در تبا پوش گذر مثل خر وزنین است بچه ای قیواز بینه ای راگر میگون آلماتور خور رو بوار نمیکنی به این خیلی بده روزا کشتن درویم شوکت بگیر در را کشم زودتر باش یقا کلی بیسوره کدوم کلی چه؟ کلیدی کلان شگون کس نبیند باز ای خر بچه در را شده نمیتوانی ها زود باش ای چی من نمیزنی؟ سردیشکای کلی تو ویرونه باید از تو خوب است اینه قریب اومد خدا لعنت کنه بگیر زودتر اینه درک شده شد بکش درایم زودتر زودتر بگیر ای مانوش گذر کلاسی پردو را مگزین اکای حکیم خریدی؟ باهوش نوه این حیوان بگریزه برادر؟ پروا نکن فکری اینشو هم کردم من زنجیر این زنجیری فیله گوش کلاس این سگه که به زنجیر میبندیمش این آدم ما رو یک جایه ببیند تماما چیزی دیگر میشود یکون بندی سبکتر نیفتی؟ برای همین باید تصمیممون رو بگیری این طرفی زنجیره در کجا میبنده؟ حالا تو ایست برادیاتری گرم کنی خانه میبنده این را بگیر بیا برادر این حیوان گیزلا نشوه و همین اطرافی این را بکنه خانه پوری او شوه خالینو جزیر میشده؟ نه اکنون تو همین قدر واهیمه کردی آخیر برادر او رو مثل حیوانی وحشی بستیم کو؟ توبه استغفرالله ای بیدور شدی مرا چیکار کردید؟ کاری نکردیم برای آرام نشستن تو را بستیم
چی است؟ این چی است؟ با زنجیر سگ بستید مرا. شما دیوانه شده؟ نه اونا اگر با زنجیر سگ میبستیم تو آن را میکندیم. برای همین با زنجیر فیل بستیم. با این فیل را میبندم. مرا شاید مرا حیوان. اونال آرام شو. شوکت تو همین جاییست. اگر کاری کند به سرش زن که از خوش شود. با چی بزنم؟ چی میدونم با کفگیر است با کفلیز است. من این رو چی کاری کنم روزی اخیم؟ شنیدی مرا؟ این کار را ببین. کمیسر اونال در خانه من می ایستاده است. گرچند پایش را به زنجیر بستم اما حالا هم خواتیرم. ای خدای مهربانم چقدر حیاتم شیرین بود. مثل احمد شمشک حیاتم را ادامه میدادم مگر بد بشد. ای وای آف اکه اونال با من میبود هوید میکردم به خدا. شوکت کن اینجا بیا کشونی را. ای وسوسم نکن به خدا. شوکت کشو میگویم. یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی. اکه اونال کلیت ایرا من ندارم به خدا. بریشی همجا آخی جد سوزه. تمام شوکت تمام. بیا یک گم میگویم. لعنتی پرات بزنم باشی دوتا. خیز گم شو کل جاد بگذار. تیر جاد بگذار. حرامی لعنتی این بالشتی که در دست داری با تو میخورانم. اونا تیز بجویت گذار. حرمتت کردم ای خود رفتی اونا. ولی با این تکسری میزنم حیوان. بانو جان میس بانو همراهی من رقص میکنی اصلکم کنی اینجا بیا بشرف. ای شوکت و تو گفتم به سر زن از روش رود خوابم نمیبرد. من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی. رقص با مرگ. مرده هر دوتون را از این خانه میبرارند. ولی مجیم بیام سر مدر بلای کیفتت منو. معلمه اینجا بیا جانکم نزدیکتر بیا. بانو جان خیلی نکن نفس میگیره. چیکار میکنی؟ بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. از دست شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید شما دو خری ابله. کالتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم به سرش بیزن از روش رود. همینش رو امان کنم. یا خدایا برادرم کالتا کلاس. چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدانی بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدم قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنشو میشکنم. بین خواسته تو اون نیست من هستم. رها کن او را. مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. رو کلیدها را بیار. کلیدها را؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست
تمام تو آرام شو اکه اونا مرا گوش کن بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم همش فکر یعنی موهای مرا زرد یکم مرا نکش که قبول بشه خرپچه احمق آدم فروشی را خوب میدن بکشم اخی تمام اونال آرام شو کلیت ها را میارم مایلش آرام باش ده بچه جو کمی سرسر زود باش زود برادرت حاضر نمیرد زودتر باش میگویم برزوبه نفسو گرفت کمی سر اونال تمام شد ایست آهسته این بوی چی است؟ چه خیل بویه؟ بوی موی نیست یکان چیز با من شامت هم روز میگه بخدا بو هست بیشرف کنی اینجا بیا اینجا گذر ناخته برا کلیتا را بگیر خانه بوی گرفت بخدا کلیتا را در حیاتم دیگه نمیگیرم من اونال در نزدیک نمیشم دیگه توبه کردم چی شد؟ زنجیر بسیار قفص است میگفتی کم مانده بود که نفست بگیرد بخدا قریب میمردم تو چرا اینقدر بی عقل هستی؟ بخدا بی عقل نیستم یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی دیوانه هستی ای باشه خواب بودم میگم نمیفهمیگم خاموش خواب بودم میگوید بی عقل با آنجا گذر با دقت خواب کن ای برادر من در اینجا خواب نمیکنم همراه تو در اون خونه خواب میکنم ای کلی گذر بدن نخوابیده است کله نکن هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش ای کله از طرف من دستک نزن باز من بری تو میرم خواب میرم خودش در اون خونه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه بخدا میگزیدم چیلو کلو میکردم نخود با سگ خواب رویم برادر من میرم تو چی کار میکنی؟ برادر این احتیاط که میگذد بخدا افتی را بینوخی رفته و بازی کنم که بوی سگ گرفتم بعد رفته برای آشخانه یگان چی خریدم میارم شد تمام رو احتیاط که نگذد من نایلش رو این توشا یگان خوردنی گذارم برای تو که نماری گرسنگی شدی میخوری از آن خوراک های میخورده ای تو نیست قناعت کن بگاه با آنها وام میخوری آرام بشین مشکلی ایجاد نکن لبای زهرا جانم امروز در بیرون صبحانه میخوریم؟ مایلش جانم در کجا میشینیم؟ در مکانی که آخران بار صبحانه کرده بودیم شد عشقم تا بازدید تمام جانم یا خدا بسیار خرسندم که بازی ها صبحانه میخورم میلیز به عشق میماند غیر امکان است این ناممکن است بچه ها داملای دیوانه چند روز است که به اینجا ها نمی آید یگان بلا بسرش نامده باشد دیگر برای چی آید؟ او دمخلش رو از دست داده است درست مسجد ما به ایمامان بخدا ایمانمون از دست نرود اما که خلیل دیگرش مهم نیست همجاش از زور گفتی اجری درست گفت چیزی که من میشونم شما هم میشنوید من هم چیزی رو شنیدم اونوی ما دیوانه شده است بکسور شده است ببینید منم بسیار
خدا آرام شو دوملو من با شما باکس را یاد بدهم. این دوملو دیوانه نیست مگر؟ سلام علیکم دوملو. در دوملو بینی ما شکستی ایوان؟ تو کی هستی؟ تو برای چی مرا زدی ها؟ من دوملو نیستم، من بکسیارم، بکسیار. ای دوملو آرام شو، من تو رو یک لحظه فهمونم. من رفیق همون دوملوی ساختکار بود کو. ای دوملو یک لحظه بس فهمونم. من شوکت شیری نرم کو. دوملو یک نمیست. تو بوکسور نیستی، تو دوملوی ساختکاری دیوانه ای کو. من امامی دیوانه نیستم، من بکسیارم، بکسیاری حقیقیم. من بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم، بکسیاری حقیقیم، بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم، من بکسیاری حقیقیم. این دیوانه رفت؟ خیلیت رفتی؟ با او یک سلام دادیم زد دهنو بینی رها مگه شکستی در پرده بود. عشقم خوب شد که یک جای نهار میخوریم همین خیلی نه؟ بله گوگو این خیلی کنیم خوب است. میکنیم. از گرسنگی مرده ای چی؟ اینقدر زود خورده ای سده؟ نه جانم گرسنه نیستم. تو رو بینم اشتیاقم کشوده میشود. عزیزه که شیرینی من. وقتی که با آن دست شپاتی زده بود شیرین تر بود. مرا گوش کن سیا. حالا هم من تو رو نبخشیدم. اون شب را لطفاً به یادم نار. حیاتم یعنی آرام شو جانم. اصل خور عصبت را آرام میکنم. شوخی کردم. دوست داشته ای ترسن چکی من. این رو به من چه روا دیدی زهرا؟ باز برای آن بیشرفم؟ جناب احمد در کو شاید من باید با شما صحبت کنم. لوند این به عقل اینجا چی کار میکنه باشد؟ احمد جان سردارم از محبس گریخته است. وضعیت بسیار بد است. یعنی حیات شما در خطر است. من باید در حال به شما کمک کنم. شما در رو در رو کشایید. یاری دیت این صدای سردارم است کو؟ یاری دیت نگویم. آواز سردارم است که از درون میبره. یگون کس هست؟ اینه سردارم اما شمشک رو اسیر گرفته باشد. اگر این خیلی باشد چرا سردارم یاری دیت گفته داد میزند؟ شاید برعکس باشد. یاری دیت سردارم شما در درون هستی؟ لوین در درون هستم. نجاتم ده. کارتکل از مرا اینجا بسته است. زنجیر بند کرده است. بیا. سردارم شما در اینجا چیکار میکنه؟ طبق قانون و قاعده شما باید در محبس باشه. من به تو دیگر چی گویم؟ کارتکل از مرا گریزان اینجا زنجیر بند کرد. بیا نجاتم ده. تمام من شما را نجات میدم. پروا نکنید. خدا خواهد باز به محبس برمیگرده. درو به عقل بیا مرا نجات بده. که تور نیستن.
لوین نجات مرا. سردارم از برای خدا شما اینجا چیکار میکنید؟ غیر از این شما چرا از محبس گریختید؟ چی خیلی گریختم بی عقل؟ من آدم قانون هستم، از محبس میگریزم. قطع کیلس گریزنده آورده مرا اینجا زنجیربند کرد، نجاتم ده. یا سردارم از برای خدا برای چی شما دروغ میگوید؟ کارتکلس برای چی شما را از محبس میگریزنده است؟ هم مردا یک دروغ زمینی بگو آخی. پسرم نجات ده. سردارم من با یک شب شما را نجات میدم. با من وعده میدید که همین که شما را نجات دادم بی عقلی نکرده از دست من نمیگریزید. از پس من راست به محبس میروید. مالا شکر نه؟ تمام لوین. تمام. با تو همچون سابق کمیسر قول میدیم که نمیگویی. رفیق کمیسر دیگر در من این خیلی قسم ها نمیگذارد. رنگ انسان قسم خورد. بی عقل حاضر قول دادم کو. انا این خیلی قسم خورد سردارم. کلچپ بزنم که همین که مرا نجات دادید هرگز از دست شما نمیگریزم سردارم. لعنت به تو لوین. انا همین خیلی بزند که نمیگریزم. خیلی با بوسه کردی آخی؟ هم بوسیدم. تمام. کنیاک من بینم. سردارم یک مشکلی کلان است. کلید این قلف در کجا باشد؟ چی؟ در اون اتاق هست رفته بین؟ در اون جای هست رفته بین؟ کف؟ در اتاق جناب احمد میلش. جناب احمد میگوید. انا آنجا رو ببین. زود باش لوین، زود باش. سردارم با شما خبر خوش دارم. کلید را یافتم. زود باش پسرم، زود باش که دیگر طاقت ندارم. چند ساعت از که همینجا هستم. با خیلی قسم خوردی فراموش نکنیم. تمام بدوکه. وای 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 وای. من خطای سخت کردم که دست پای او را از زنجیر خلاص کردم. آخر زوری من به او نمیرسد که انشالله که نمیگریزد. اگر گریزد مجبور که او را میپرانم. از این اونل دیوانه چه خیلی نجات میافته باشیم. بلا را به سرم آوردم. اوف. چی کار میکنی دیوانه؟ میپرانی؟ نه سردارم من شما را راست با محبس میبرم. اگر اگر نامخولی نکنه من شما را نمیپرانم. ای پایم کن. با قفا رو کمیسرونال با قفا. لوین تکی زله نکن. این بیعقل به شوخی من رو با محبس میبرن. ای لوین دیوانه هستی تو؟ با خلیب قسم خورده بودم کو با محبس میرویم. اول لباسم رو عوض کنم بعد میرویم. نمیشه سردارم لباسات 100% پیش بدم. 2 دقیقه منتظر شو لباسم رو عوض کنم. نه من باید دست و پای او را زنجیر بار کرده با محبس میبرم. این خیلی نمیشود. از یک دقیقه زنجیر بجو. چی شد لوین؟ ایستا آرام شو دیوانه چی گپ است؟ این بوی چی میکند؟ این یک بوی کن. بوی چی میکند سردارم؟ نمیدونم بوی چی میکند. نمیدونم چی خیلی که بوی شناس توفتیسه. شما نمیدونید سردارم. بوی خیلی مانند بسیار بوی تیز. بوی بیهوش کننده بیعقل دیوانه. اکنون تو رو میبندم. در کجا بود کلید؟ انا اینجاست. من با آن محبس دوباره بر نمیگردم بیعقل. سردارم راستی که بخوام مردک خوب لبده. من میدونم که تو نامردی یکی مردشتم در کار. از پس این بیعقل شده بیهوده قسم خوردم. اکنون مجبورم که یک فقیر رو سیر کنم. این نامرده کلی رو با خود برده است. آسیو بلا بده.
چی شده ابله؟ به جای نشست ماندی؟ چیزی نیست. میدان چیکار کن؟ این دست را راست ایستاده گوش کن. به این هم تو در اتوبوس راستا میایی و به این عادت کرده ای. چیزی نیست. سبحان تو را گوش مکن، بیا برای من خالی است. رفتیم. استاد امروز بعد مکتب به مسجد رفته کمی امری معروف کرده وظیفه برادرتان را اجرا کنید. یگان وقت دیگر میایم جناب کنان، امروز نمیشه. چی خیل نمیشود. اعتراض نکنید، وعده داده بودید. استاد شیرالی شما هم آمده از امری معروفی استادمون استفاده برید. بسیار خوب جناب کنان، با استاد احمد خیلی وقت زیاد است که رفیقی داریم. یعنی یگان بار امری معروفش را گوش نکردم. بسیار خوب می شود انشالله. انشالله انشالله. کن اینجا بیا. سینن رو چکار کردیم؟ کنی گبزن؟ روز چی هلاو نیرم کردی باید باخت. گردانت رو میبرم، بگو چکار کردی سینن رو؟ جناب کنان، من یک چیز رو نفهمیدم. و این مسجد یگان امام میفرستادند، مولای نو می آمد. امروز او امر معروف و نهی منکر میکرد، خوبتر میشد. یعنی استاد قول داده چرا از گپ میگریزید؟ به این هم وقتی که شما باشید چرا این استاد موسیقی وعظ میخوانده است؟ یا خدایا رنگ اما اکا کالت کلاس دروگه چه نفهمیدیم وقتو. اکا این بجای برادری داملازیا گذشتگی آدمی ساخته نباشد؟ راست میگه. چی گپ است؟ تمام جناب کنون، این خیل باشد من وعظ میخوانم. نه استاد نه، این کارها با ناراضگی نمیشود. اگر رحمتی دامالا زیا میبود هرگز ما را به امر معروف نمیگذاشت. من در شما قابلیت او را نمیبینم. استاد یک سوال زور دارم، پرسیدن ممکن است؟ تو خاموش باش اجری، سوالات را بعد میپرسی. امروز تو وعظ میخوانی. وعظ؟ من؟ در جایی که استادم باشد من چه امری معروف میکنم آقای کنعان؟ این دامالازیا نیست، برادری دامالازیا است. کنی پیش درا. آقای کنعان من هجری بسیار گپ زدی، مجبورم نکن که از گوشت گرفته برم. کنی پیش درا، من هم گوش کردن میخواهم. مایلش بیا که کنون عباری بولو بگذار. بیا بگذار اخی بچه خیره. به نام خداوند بخشنده و مهربان شما را به یادآوری مرگ سپارش میکنم. از مرگ کمتر غفلت کنید. چگونه مرگ را فراموش میکنید در حالی که او شما را فراموش نمیکند و چگونه طمع میورزید در حالی که به شما مهلت نمیدهد. مرگ گذشتگان برای عبرت شما کفایت نمیکند. شتاب کنید به سوی آباد کردن خانه هایی که شما را به آبادانی آن فرمان دادند. نعمت های خدا را بر خود تمام گردانید و از عصیان و نافرمانی کناره گیرید، چون که ساعت ها در روز و روزها در ماه و ماه ها در سال و سالها در عمر آدمی شتابان میگذرد. اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگی نعمتهای او فکر میکردند، برای راست باز میگشتند و از آتش سوزان میترسیدند. اما دلها بیمار و چشمها معیوب است. آیا با مخلوقات کوچک خدا نگاه نمی کنند که چگونه آنها را مستحکم آفرید و ترکیب اندام آنها را برقرار کرد و گوش و چشم برای آنان پدید آورد و استخوان و پوست مناسب خلق کرد. با مورچه و جوسه خرد آن بینگرید که چگونه لطافت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درک نمی شود. یا خدایا تو چه خیلی از خانم برآمدی؟ بی شرف لعنتی، این دفعه از دستم نجات نمیابی.
تو را میکشم. در مسجد آدم میپرونن؟ دین و ایمان نداری تو؟ ببین این کودک چقدر زیبا پند و نصیحت دارد. ایمان بیار، اقلا قلبت نرم میشه، شاید توبه میکنی. تو توبه کن ابله. حیات تو پر از گناه هست. این خیر باشد برادر، بیا برابر توبه میکنیم. چی میگویی؟ ببین چه خیلی بچه خوب وعظ میخونه. وعظ نه، وعظ. فرمان خدا حکم حتمی و حکمت دار و خوشنودی او مایه امنیت و رحمت است. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او ناتوانند و شمارندگان از شمارش نعمتهای او ناتوان و کوشش کنندگان از ادای حق او درمانده اند. خدایی که فکرهای عمیقندیش ذات او را درک نمی کنند و دست غواصان دریای علمها به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفتهای او حد و مرزی وجود ندارد، مخلوقات را با قدرت خود آفرید و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسیله کوهها لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد. ای بندگان خدا، سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا به دنیا پرستان هجوم می آورد. بدنها در سختی جان کندن سست شده و رنگ باختند. مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته و زبان را از سخن گفتن باز می دارد و او در میان خانوادهش افتاده و با چشم خود می بیند و با گوش خود می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در چه کارهای تباه کرده و روزگارش را چگونه گذرانده است. به یاد ثروت‌هایی که جمع کرده می افتد، همان ثروت‌هایی که در جمع آوری آنها چشم بر هم گذاشته و از حرام و حلال و شبهناک گردآوری کرده و اکنون گناه جمع آوری آن هم از ثروت برگردن اوست که وقتی جدایی از آنها رسیده و برای وارثانش باقی مانده است تا از آن بهره‌مند شوند و روزگار خود را بگذرانند. راحتی و خوشی آن را دیگران می‌بینند، ولی عذاب آن بر عهده اوست و او در گرو آن ثروت هاست و به خاطر واقعیت هایی که وقتی مرگ مشاهده کرده است از پشیمانی دستش رو میگزد. салом алайкум дӯстони азиз. баҳри болида хотир гардондани шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи аҷоиботи олам пешкаш мекунам ки то ҳол чунин каналро дар ютуби тоҷик надидаед. дар он канал шумо метавонед беҳтарин ва аҷибтарин наврҳои рӯи дунёро дастрас намоед. дар канали аҷоиботи олам обуна шаведу аз аҷибтарин наврҳои рӯи дунё огоҳ бошед. یا خدایا مرا ببخش. آمین. ثروتمندان در روی دنیا به نهایت زیادند، اما پولشان را همیشه ذخیره میکنند. خودشان از این دنیا میروند و ثروتشان باشد به دست دیگران میماند. اگر ثروت زیادتی از نیازش را به فقیران بخشد، خداوند آن را دهچند به او برمیگرداند و خیر دنیا و آخرت را به او نصیب میگرداند. خدای تعالی گناهان ما را بیامرزد انشاءالله. آمین. تو اینجا انتظار شو تا همراه من بیا. چرا من؟ چون که کلتاکیلس رایگان پلیسی که دستگیر کرده بود تو بودی. من آدمی قانون هستم.
یک حیات تو بر این آدم ها را به محبس فرستانیدم. چرا برای تو کار میکردم؟ باز با کلتکیل است. اگر خواهی بچه تو رو تا نزد درآمدگاه محبس برند. چشم مرا با همین خیل افسانه هایت میخواهی ترسانی؟ ببین با تو تکلیف میکنم که هرگز رد کرده نمیتوانی. چی بوده است؟ یا خدایا، اینها در آن چی گپ زده ایستادن؟ اگر به سر اونال پرانن هم به من کار نمیگیرن، با او چی تکلیف میکرده باشم؟ به محبس رفتن نمیخواهد این دیوانه. ببین اونال، اگر تکلیفم رو قبول کرده 1 سال برای من کار کنی، آخران وظیفه که به تو میدیم کلتکیلس رو کشتن است. او را که کشتی در خارجه برای صورت حساب شده و شناسنامه نو میدهیم و با این شناسنامه نو زندگی نوت را آغاز میکنی. تمام، قبول میکنم. اما بعد از 1 سال کلتکیلس از آن من میشود. فهمو، کلتکیلس رو بیارید. اونال تکلیف ما رو قبول کرد. چی؟ 1 سال برای ما کار میکنه. قبول کردی؟ دیوانه هستی تو، چه درد داری؟ چرا قبول کردی؟ برای من تکلیف کردن که رد کردن نتوانستم. اون نلی ابله. اولین وظیفه تو اگر شما میخواهید که در یک مدت کوتاه شرکت‌هایتان را و شبکه‌های یوتیوبتان را به قله‌های بلند رسانید و یا میخواهید که هرچی زودتر ماشینا و خانه‌هایتان را سودا نمایید، پس به شبکه‌های ما مراجعت نمایید. ما در سطح بلند خدمت رسانی شرکت‌ها، شبکه‌ها و ماشین و خانه‌های شما را اعلان می‌نماییم. به رقم‌های در روی اکرانتان بوده زنگ زنید و هرچی زودتر کارهایتان را به قله‌های بلند رسانید. شبکه‌های ما همیشه در خدمت شماست.